چالش 100 روز، 100 حس در معماری. روز دوم، دلهره. برخی فضاها پیش از آن که دیده بشن احساس میشن. راهروهای بی انتها، نورهای کمرمق، مقیاسهای ناهنجار و دیوارهای خام و سرد. همگی ابزارهایی هستند برای ایجاد اختلال در ادراک انسان از امنیت و زمان. در چنین فضاهایی ذهن در جستجوی معنا سرگردان میشه و بدن در واکنشی ناآگاهانه آماده خطر. معماری دلهره آور نه به واسطه اون چه نشان میده، بلکه به سبب آنچه پنهان کرده عمل میکنه. این فضا مخاطب رو نه به درک بلکه به اضطراب دعوت میکنه. Early this morning, when you knocked on my door,